خوشمزه ترین شنیسل مرغ و با این روش تو خونه درست کن. روز 17 از بهترین فست‌فودهای رستورانی. سینه مرغ از وسط برش بزنید و با استفاده از بیفتک کوب نازکش کنید. با نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، پودر سیر و کمی روغن مزه دارش کنید. برای سرخ‌های کردنشون به آرد، تخم مرغ و پودر سرخ‌های نیاز داریم. به آرد